الو سلام. اومدیم اینجا که یه بازی باحال بکنیم. بازیمون هم این شکلیه که هر کدوم یه برگه داریم، قراره کلی سوال توش بنویسیم، فقط جواباشو قراره به آنسترین حالت ممکن، یعنی به صادقانه بدیم. بله. بعد حالا چجوری جواب میدیم؟ رای آره، قراره سنگ کاغذ قیچی بازی کنیم و اون کسی که میبازه یه دونه سوالو برمی‌داره و جواب میده. جرأت حقیقته، واقعا هم نمیدونیم قراره چی کار بکنه، کی چی بنویسه. پس جرأت هم هست توش. جرأت هم ریز هست. یه جرأتای کوچولو. جرأتای خیلی تمیز. آره. بریم. نامردی من ندارم. یه دونه خودکار اومدیم اینجا رو فست فوروارد میزنیم. هر هم نیست ساله هم دیگه رو ببینیم. این بده. اوکی. 4 تا قراره بنویسیم یا بیشتر؟ نه دیگه هم 4. خواهد اونجی میرسی جیم خواهد بباریشون. بده به من دیگه. روز آخرش بس. من مال خودم اینجا میزنم، تو مال خودم. این نیست یا هست؟ بخوام اینجوری تاش میکنی؟ اینجا بس. خب حالا نیما نوشت سالا و جرأتشو، منم نوشتم. بازی میکنیم ببینیم چی میشه. خب بریم. آره. را پیپر سیزر. سخت‌ترین کاری که اینجا داری؟ سخت‌ترین کاری که اینجا انجام دادی چی بوده؟ سخت‌ترین کاری که انجام دادم همین کاری که دارم انجام میدم. آره خب به خاطر اینکه توی یه شرکتی هم که خیلی همه چیز تخصصیه، همه اسم تمام کلماتش تخصصیه و به خاطر اینکه من باید تمام آدما رو به هم دیگه وصل بکنم. آره خیلی استرس زیادی میکشم و چون هر پروژه‌ای قیمتش خیلی بالاه، اینه که همش استرس ندارم که همه چی درست سخت‌ترین کاری که انجام داده کارشه. همین کاری که دارم میکنم. راک پیپر سیزر. با چقدر پول اومدی کانادا؟ با چقدر پول اومدی کانادا؟ من با 6-7 هزار تا بود بکنم. آره 6-7 هزار تا. درست. من میتونم بگم درست. راک پیپر سیزر. مسخره شده در بازی، الان مسخره مونه. بزرگترین نگارید؟ بزرگترین نگرانی الان چیه؟ همینی که همین کاری که دارم انجام میدم و پسش برمیام، چون هر روز دغدغه اینو، با اینکه قرارداد دارم ولی هر روز دغدغه اینو دارم که درست کارمو جلو ببرم. همش نگران، یعنی شبام که میخوام بخوام به فکر کار فردام. خیلی دیدی خودت شبا تو خونم کار میکنم. لطفا چی خیلی بهت چسبیده تو کانادا؟ آره. سال سخته. بگم فعلا هیچی؟ درسته؟
هیچ چیز نشست. چرا؟ خب این وجود تو کانادا واقعا بهم میچسبه. نه تو کانادا تا الان اومدی چی بوده که بهت چسبیده؟ ببین چون همش اینجوری هم که دلم هی بر خانواده‌ام تنگ میشه اونجوری هنوز بهم خیلی نمیچسبه. نه یه اتفاقی نیفتاده که بهت بچسبه چرا؟ من که همش میخوام بگم که چسبیده بهت. مثلا لیک رفتیم بهم چسبید، اون بستنیه که خوردیم چسبید، تولدت با خانواده چسبید. این آزادی بهت نچسبید؟ چرا؟ میگم این اتفاق خیلی چیزا هست ولی همیشه آدما به نظر اون چیزو نگاه میکنن که فعلا ندارن. آره دیگه ولی آره ولی آنست قرار توضیح بدیم. الان هم اینجوریه. باش بریم. خب من که دارم راک پیپر سیزن. راک پیپر سیزن. آره اینو ببینید این جرأته. قراره بره یه سفارش بده بعد اونجایی که میگن اسمش چیه بگه I'm an apple. خواهد بگه من یه سیبم. عزیزم اینجا که نمیشه این کار دیگه میخوای بقیه‌شو بریم بعد آخر فیلم بریم دیگه من چی رو بازی کنیم؟ من به خودت جواب میدی؟ راک پیپر سیزن. آبیبه بخر یا یه چیزی بخر. خب اینو جا خود ولی اسمش هم بذار اپل. نه این تو بعد حساب نیست، اینو باید می‌نوشتی. خب اینو با هم آخر ویدیو میریم. خب بازی کنم؟ آره. راک پیپر سیزن. های جواب بده. خب دیگه نمیتونی. آره دیگه گفتم بازی این باگش اینجا. نظر در مورد ملیت ها چیه؟ خب اینم جواب بده. باشه. اینو با هم دیگه نوشتی. بزرگترین دغدغه‌ات که اومدی کانادا اینه که همه چی الان برمیگه به خانواده‌ام. ببین واقعا بزرگترین دغدغه‌م اینه که کی به اون قدرت مالی و چیزی میرسم که یا بتونم خانواده‌ام اینجا داشته باشم یا برم دوباره خانواده‌ام ببینیم باشون. بلکه باز بتونیم با هم بریم خیلی دغدغه باشه چون میره سر کار نیما یه هفته آف داره و من هنوز مثلا کارم پیدا نکردم و نمیدونم اولین موقعیت کی بتونم دوباره اونها رو بریم. یک هفته درس 11 هفته بزرگترین دغدغه‌م همیشه فعلا خانواده و بعدش خونه، کار، پی آر اینا اصلا بزرگترینش فعلا اینه. بریم سفارش. خب حالا میخوایم بریم سفارش بده اسمشو بگی اپل. چطوری؟ ما خیلی بهم میخندم. من خودم سفارش بدم. سفارش بده. مهم اینه که بگی I'm an apple. Paradise Green. What's that? Tall. Anything else? Oh no, thank you. Can I get your name? Apple. Sorry? Apple. The machine will help you. Okay. کاش چیزاشی من حساب کنم که منم گرفته باشم چرا؟ بیا اینجا اینم سیستم تیپینگه بهتون آموزش بدم. Would you like your receipt? Oh no, that's fine. Alright, I'll be down there. چطوری؟ Thank you. خیلی خوبه. ولی من حداقل خودم می‌خورم. میخوام ببینم استتو میخوام روش ببینم چی خورده. دیگه همینه. من اشتباه کردم بعد 3-4 تا جرأت می‌نوشتم اون اصلا حقیقت نه دیگه قرار بود چون همه حقیقت‌های تو حقیقتا به خانواده برگشت. تمام Lemonade or paradise? Paradise. Paradise. جهنم میگفتی بهتر نمیگفتی سربایسی به سخره گرفت. اینا رو باید بزنم رو چندی قراره کات بکنه دیگه. آره اگه اسمتون اینطوری باشه اینجا وای میسیم بچنم اینجا علک به قرآن من تا حالا اصلا به اینا دقت نکردم. همجا باستادی الان که اسمت اپله اینجایی ببین که آره خوش Paradise Green for Sean. It's In the same? شام نبود حالا اینجا باستاده بود دیگه ما اونجا باید خب بیا بریم دور میریم دور ببینیم
اپل الان اپل That's it. ببینم احیال زده بی از پیتر خدا شکر اپل نخورد احیال چیه بای مامان فکر کرده که چسبی داره اینا این سفارش نمیدونی خوب بود داره خیلی سامرتایم سامرتایم سرنه واسه که اینم از این خب امیدوارم که با این ویدئومون حال کرده باشین از این ویدئوها خیلی قرار بذاریم و از این به بعدم بهتون بگم که مثل این ویدئوها رو میتونید توی چنل یوتیوبمون پیدا کنید اولیشه ولی قرار خیلی خفن بریم جلو فعلا خدا حافظ ممنونم که هستی پیشمون